با 54مین نشری برنامه ترانسفر در عمل این دقیقه چون هر وقتا با شما من ایمانبک شده بگذاد هستم. سلام دوستان عزیز، پیش از آغاز برنامه امروز فرصت هم باشد به خاطر ارجگذاری به نشر 54مین برنامه ما دستاوردهای تاریخ سال 54 قرن گذشته را صحیفه گردان میکنیم. سال 1954 با روی آب برآمدن نخستین کشتی زیرآبی اتمی USS ناوتیلیوس و سنجش نخستین بمب اتمی شروع گردیده 50مین میلیون اتومبیل شرکتی جنرال موتورز اولین نمایش طریق تلویزیونی رنگا سال تولد هنرمندان شهرتیار جکی چان، جان تراولتا و غالب شوی آلمان غربی در موندیال شویتزاریا در تاریخ به علایدگی ثبت شده است. از کل اختراعات نادر سال 54 مربوط به عامه ورزشی البته که پیروزی تیم فوتبال آلمان در فینال موندیال سال 54 بر مجارستان است، ولی موضوع برنامه ما باشد چون هر وقت سوداکاری‌های فوتبال بزرگند که عین حال منظورتان میکنیم. همین طریق دسته ابراموویچ همین تابستان پس از چنگ زدن ورنر از دست رقیبان و خریداری پیش از مهلت زیش از آیاکس نوبسته از دوران شدید بحرانی در ترانسفرها نمایشی قدرت میکند. اینجا به مورد است که از دعواگر بودن چلسی برای خریداری رونالدو را هم مثال آورد. دنبالان میگوید که چلسی برای رونالدو 120 میلیون یورو پیشنهاد کرده و مالک دسته لندنی روان ابراموویچ باشد. مناسبت خوب با آگنت رونالدو دارد، چیزی که میتواند عامل کلی در چنین گزارش احتمالی بگردد. اگر رونالدو بازگشت بر پرمیر لیگ انگلیس نماید، این را به مبالغه میتوان چون کامبک عصر عنوان کرد، ولی افسوس برای مخلصان کبودپوش کل این سر و صداها به قول ترامپ فیکند. نوبسته از این در تورین نیت بر آن دارند که رونالدو کارنامه ورزشیش را عیناً در خود آلیانز استادیوم انجام میبخشد، اما پیشنهاد پرمنفعت را از انگلیا واگذاری خواهند کرد، مینویسد دنبالان. چلسی باشد بهر بازگشت به پایگاه قهرمانی انگلیا و برآمد عالی در لیگ قهرمانها تکیه به سرمایه‌گذاری بزرگ میکند و در دسته بر آنند که پس از آمدن حکیم زیش، گزارش تیم ورنر و احتمالیت آمدن نیکولاس تالیافیکو از آیاکس میتوان یک دسته مقتدر و رقابت‌پذیر را سازمان داد. کریستیانو باشد خود تابستان سال 2018 از رئال مادرید برای عوض 112 میلیون یورو به یوونتوس رفته بود. در انگلیا رونالدو بین سالهای 2003-2009 برآمد نموده در این میان 3 جایزه قهرمانی انگلیا و لیگ قهرمانها را پیروز شده است. با قول رسانه سپورندیبی عصب خراش اساسی رسҳо در موندیال 2018 به یک استیمای روسی میپیوندد. روشن‌تر کرده گوییم حمایتگر منتخب خرواتیا دماگوی ویدا، نفری که در جام جهان 2018 پس از پیروزی خروات‌ها بر روسیه در مرحله چهارک نهایی ندای شرف به اوکراین را در دستگاه نواربرداری بلند گفته بود، بشیکتاش را ترک نموده به پرمیر لیگ روسیه میپیوندد. اگر کسی نداند، پس از سال 2014 با صدای بلند گفتن شرف به اوکراین، خصوصا در خود سرزمین روسی، به مثال دویدن از بالای پایگرد آتشین است. از این رو ما را تابستانی گرم انتظار است. خلاصی کار دماگوی ویدای 31 ساله پس از انجام موسم 2019-20 و قرار راهبریت باشگاه ترکی در مورد تمدید نکردن مهلت شرطنامه با این بازیگر 31 ساله از دسته جواب خواهد شد. خبررسانی سپورندیبی یومیت ارول ابراز نمود که باشگاه نوبتی ویدا از دسته‌های پلینکوف پرمیر لیگ روسیه خواهد بود. ژورنالیست انیق نکرد که دماگوی عیناً با کدام دسته روسی میگذرد و قرارداد نو چقدر مهلت خواهد داشت. شرطنامه خرواتی جنجالی که سالیان زیاد در دینامو کیف برآمد میکرد با عقابان سال 2022 به اتمام میرسد. در چمپیونات ترکیه موسم 19-20 ویدا 26 بازی گذرانده و 4 گل هم زده است. در آخر همین را گفتنیم که مؤلف عباره‌های جنجالی شرف به اوکراین اخیراً پس از پیدا نمودن راحت فینالی جام جهان 2018 در افیر شبکه روسیه 24 در پیش کل مردمان روس از این عملش بخشش پرسیده بود. نوبسته از سر و صداها در مورد بازگشت واگنر به سسکا، اگنت برزیلی 35 ساله میگوید که واگنر میتواند به جای دیگر گذرد، چیزی که قلب سرخ و کبودها را به لرزش آورده است. همین طریق نماینده واگنر ایواندرو فریرا در مورد آینده مزاج خویش چنین میگوید: همگان فکر دارند که او به روسیه برمیگردد، اما واگنر میتواند به تیم دیگری گذرد. اقتباس می‌آورد از خانم فریرا گلوبو اسپورت. قابل قید است که قرارداد کاری استرایکر 35 ساله با کارینتیانز همین ماه به اتمام رسیده. رسانه‌ها باشند پیوسته نویدهای بازگشت رو به سسکا میچرخانند. از روی اطلاع سرچشمه واریانت‌های دیگر ادامه مسند ورزشی برای واگنر کامبک به ترکیه است، جایی که این برزیلی در صف بشیکتاش و آلیاناسپور بازی نموده بود.
خبری بوم یا خود به قول انگلیس‌ها بریکینگ نیوز برای مخلصان دلیر کوزیایوی تاجیک تبار و فرصت روح بلندی از فضای فوتبالی مربوط به کشور ما آن است که نسبت دلیر زینیت یک باره 3 تیم چمپیونات‌های مقتدر از جمله هوفنهایم آلمانی، والنسیا اسپانیا و مارسیل فرانسوی توجه کردند. محض برای همین آوازها نام دلیر را خود نشریه فرانسوی لکیوپه در صحیفه‌های ارزشمندش نوشته کرده است. نقطه کلیدی این آوازها آن است که نیم حمایتگر زینیت دلیر کوزیایو به نزدیکی فوتبالبوزی آزاد می شود. شرطنامه فوتبالبوزی مذکور با زینیت همین تابستان به اتمام رسیده. از حساب جراحت دلیر در موسم جاری موقع معینی را در حقیقت ندارد و در این باره هم لکیوپه نوشته است. فوتبالبوزی نامبرده خود نیتی بازی در اروپا را دارد و انجام گزارش چون فوتبالبوزی آزاد آسان‌تر خواهد بود. از روی معلومات‌های سرچشمه کوزیایو وریانت‌های ادامه مسند ورزشی را در کشورهای آلمان، اسپانیا و فرانسه و مثال تیم‌های هوفنهایم، والنسیا و مارسیل دارد. گفت و شنیدها با تیم بوندسلیگا باشند در حال بهبودی قرار داشته. تیم فرانسوی تحت رهبری اندره ویلاش باش می‌تواند که این فوتبالباز را با وعده بازی کردن در لیگ قهرمان‌ها به تیمش بیارد. سامانه ترانسفر باشد دلیر کوزیایو را 8 میلیون یورو نرخ‌گذاری نموده. نیم حمایتگری 27 ساله به زینیت سال 2017 از دسته تریک گزارش نموده بود. از ابراز سخنها سری دلیر تاجیکی میگذاریم به آزمون ایرانی که همچنین در زینیت با دلیر بازی میکند. گپ سری آزمون که بسیار رفت اخیراً ال موندو دیپورتیو هم در این باره نوشت. و قول اسپانیا ارسنال پس از توصیه‌های ارشاو نزدیک به آن است که آزمون را به لندن برد. نخواهد که این ترانسفری نوبتی از روسیه به انگلیس باشد. اطلاع رسانی ال موندو دیپورتیو فرانسیسک آگیلار ابراز نمود که ارسنال لندن نزدیک به خریداری فوروارد زینیت سردار آزمون میباشد. باید بار دیگر گفت که سردار آزمون را ارسنال سابق بازیگر کانونیرها اندری ارشاوین توصیه داده است. آزمون فوتبالباز عجیب است نوشته است آگیلار در توییتری خویش. حمله‌ور 25 ساله ایرانی در تینکوف پرمیر لیگ روسیه 10 گل در 21 بازی دارد. ارسنال لندن باشد پس از 29 دور در موقع نهم قرار داشته از موقع لیگ قهرمانی 8 گل کمتر دارد. پاریژ اخیراً از خیرباد با دو بازیگر سالینی زیاد کلیدیش تصدیق نمود. حمایتگر 35 ساله تییاگو سیلوا و حمله‌ور 33 ساله ادینسون کاوانی ادامه مسند ورزشی در تیم‌های دیگر می‌کنند. اکنون نسلی نوین دسته پاریژی با رفتن سابقه‌داران نفسی آزاد کشیده بهر رشد مسند فوتبالی خویش و جای گرفتن در هیئت اساسی تلاشی بزرگ به خرج می‌دهد. زیرا که تا لحظه بودن گرگان باران دیده برای جوانان در هیئت به قول خوراک نبود. ولی موضوع دیگر آن است که سابقه‌داران هنوز هم از دست رفتنی نبودند ولی خوشبختانه که جواب داده شدند. در این باره خود دیرکتور ورزشی تیم پاریژ لیوناردو چنین گفته است: تصدیق میکنم که تییاگو سیلوا و ادینسون کاوانی PSG را ترک میکنند. اقتباس می‌آورد ژورنالیست معروف فابریسیو رومانو. قابل قید است که تییاگو سیلوا در صف پاریژ از سال 2012 پس از گزارش از میلان برآمد نموده. این برزیلی با آمار 202 بازی و 9 گل از هیئت کنار می‌رود. گل‌های کمی سیلوا البته بازگوی حمایتگر بودن این نفرند ولی خلطه سرپول سیلوا از معاش پاریژی باشد سرمایه است که در دوران معاصر بهتر و بیشتر از دلخواه آمار نتیجه بخش است. در فرجام برنامه چون انحنه از چکیده‌های خام سپورتس رو در مورد آوازه‌های بیشترین سودای فوتبالی میگوییم. همین طریق رسانه‌ها تقدیر آینده زلاتان جنجالی را با تیم‌های مونس ایتالیا و هامربی شوئدی پیوسته به طور ناگهانی زوبر را به تاتنهام گسیل کرده‌اند. در حالی که از کامبک کود به نزد کلوب هم بسیار می‌نویسند و راحتی کوانی را به تیم لمپارد الکای پر کردند و این هم پایان مطلب ما بود. تنسیتی و کامیابی یارتان باد. خیر.